با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم از شروع آنژیوگرافی، مراحلی که آنژیوگرافی هست رو برای شما توضیح بدم. خیلی ها این استرس رو دارن که آنژیوگرافی درد داره، جراحی بازه و ما میخوایم برای مریضمون کار انجام بدیم. اول یه BSC میزنیم توی این قسمت و بعدش با این سوزن یه رگ میگیریم. این رگ رو گرفتیم و حالا این شیت رو وارد میکنیم. پدر جان درد داشتی؟ نه. خب به همین به همین راحتی این شده. حالا رگ گرفتم. کل مرحله دردش باز همین میشه که چون بی‌حسی میزنیم مریض هیچ دردی رو احساس نمیکنه. و حالا میخوایم با یه سیم میفرستیم داخل قلب. رگای داخل قلب میخوایم ببینیم. حالا ما این سیم رو میخوایم بفرستیم داخل رگ قلب. حالا توی این ویدیو دیده میشه از طریق مانیتوری که اینجا هست ما میبینیم مسیر رو. این سیم رفت وارد قلب داره میشه، به این میگن وایر. اینم کاتتری که فرستادیم. اینم از رفتیم روی لبه رگ قلب. الان میخوایم ببینیم که آیا این قسمت مشکل داره یا نه. این رگشون کاملا بازه ولی حرکت خون توشون سرعتش خیلی پایینه که بهش میگن اسلوفلا و همینا هم دردهای قفس سینه ایجاد میکنه. یه ویو دیگه بگیر. این توی زاویه های مختلف هم میایم رگ رو میبینیم که هیچ جای رگشون تنگی نداشته باشه. حالا میبینیم رگ سمت راست قلب. این رگ سمت چپ بود، رگ سمت راست رو میبینیم. کارمون تموم شده و ما این سیم که داخل قلبشون بوده رو خارج میکنیم و این پلاستیکی که شیتی هم که داخل دستشون باشه همین الان خارج میشه. پدر درد داشتین؟ سرتون یه مقدار گرم شد به خاطر داروه و همونطور که میبینین یه پروسه‌ای که اصلا دردناک نیست. مریض 3 ساعت دیگه میتونه راه بره و عصر هم مرخص میشه. دستو بلند کن. به این چیزی که براشون میبندن بهش میگن TR بند که به خاطر رگی که گرفتیم این قسمت خونریزی نکنه. 3 ساعت میمونه، بعد 3 ساعت خارج میشه و بعدش هم دیگه بیمار میتونه راه بره، فعالیت معمولش رو داشته باشه، میتونه کار روزمرهش رو انجام بده و هیچ محدودیت فعالیتی نداره و همین شب میتونه بره دوش بگیره و حالا اگه درد دستی هم داشت میتونه محدودیت فعالیت مختصر به دستش بده ولی به صورت کلی محدودیت فعالیت یا استراحت خاصی بیمار بعد آنژیوگرافی لازم نداره. ممنون از همراهی شما.